سلام بینندگان عزیز، امروز برایتان شوخی‌های پیامبر درود بر او و آلش را بیان می‌کنیم که پر از شادی و تبسمند. پیامبر نه تنها پیامبر رحمت، بلکه انسان با قلب نرم و چهره خندان بود. بیایید یک جا ببینیم که شوخی‌های او هم پند و هم محبت بودند. پیامبر اسلام درود بر او و آلش می‌فرماید: حج عمره تا عمره دیگر کفارت گناهان می‌گردد و حج قبول گردیده پاداشش جز جنت دیگر چیزی نیست. شما آرزوی خانه خدا را دارید؟ شرکت زمزم شما را با راحتی کامل و نرخ‌های موافق به حج عمره میبرند. ویزا، چیپتا و مهمانخانه، راهبالتی با تجربه، خدمت رسانی با صفت، سفرهای انفرادی و گروهی. حال تماس گیرید و سفر مقدس خود را فرمایش دهید. سفرها از روسیه، تاجیکستان و ازبکستان. معلومات بیشتر را شما میتوانید از رقم‌هایی که در روی نوار است دسترس نمایید. اگر شما از نام دوستتان صدای امید مراجعت کردید، حتما به شما تخفیف کرده و خدمت خوب میرسانند. یک روز صحابه نزد رسول اکرم درود بر او و آلش آمد. گفت: یا رسول الله، برایم یک شتر ده تا بارهایم را کشانم. پیامبر گفت: نه، من به تو شتر نمیدهم، من فرزند شتر میدهم. صحابه حیران شد. گفت: یا رسول الله، من با فرزند شتر چیکار میکنم؟ پیامبر لبخند زد و گفت: مگر هر شتر فرزند شتر نیست مگر؟ پیامبر درود بر او و آلش با حضرت علی خرما میخوردند. پیامبر دانه‌های خرما را نزد حضرت علی پرتافتن گرفت. با چهره حضرت علی نگاه کرد. گفت: ای علی جان، تو خرما بسیار میخوردی ها؟ حضرت علی گفت: بله یا رسول الله، من بسیار میخوردم و شما با دانه‌هایش میخورده اید. پیرزن نزد پیامبر درود بر او و آلش آمد. گفت: یا رسول الله، در حقم دعا کن که خدا مرا داخل جنت گرداند. پیامبر گفت: ای مادر، خداوند زنان پیر به جنت نمیبره. چهره مادر غمگین شد. پیامبر لبخند زد و گفت: ای مادری جان، خدا شما را جوان کرده داخل جنت میگرداند. صهیب یکی از صحابه های پیامبر درود بر او و آلش بود. روز با پیامبر یک جا خوراک میخوردند. از چشمان صهیب اشک ریخت، زیرا خوراک بسیار تیز بود. پیامبر نگاه کرد. گفت: ای صهیب، تو هم خوراک میخوری و هم اشک میریزی. شوخی دیگر پیامبر، یک مرد کوتاه قد در نزد پیامبر بود. پیامبر از پسش آغوش گرفت و فریاد زد که این غلام را کی میخره؟ این مرد نگاه کرد. گفت: یا رسول الله، من غلام نیستم. پیامبر گفت: تو غلام اللهی. پیامبر با شوخی‌های نرم و با معنی دلها را به دست می آوردند و همین طور محبت و مهربانی را پهن می کردند. این بود یک چند شوخی‌های پیامبر درود بر او و آلش.